السلام علیکم. امید کی خوب باشین، جور باشین، در هر جایی که باشین جور سلامت باشین. خوش آمدین گایز در امروز نه ویدیو از ما. امروز ویدیو رو دیگه از صبح تایم شروع کردم. شما هم تا آخر را بیننده باشین عزیزا دیگه. خب عزیزا دیگه یالم قسمی که اش میتونین نان پختنم درو صبحی گاسته اور د چای صبح دیگه نانی کر میخانگی زیاد مزه میده دیگه. افغانی نان تا آخر را ویدیو رو ضرور سلکین عزیزا دیگه. یالی هم درو نان پختم شه ماشالله قسمی که اش میتونین عزیزا چقدر خوب شی ماشالله نان آماده جای شما خالی. عزیزان تشکر یک جهان که مرا حمایت مونید. thank you so much. امیتر که یالی مرد رو حمایت مونید، حمایت بیشتر شم ضرورت دارم دیگه. میتر حمایت کن کسایی که در چینل منی وسته رفته چینل رو سابسکرایب کن، لایک شیر کامنت زیاد شما نره. خب دیگه نان از ما هم پخته شد دیگه، جای شما خالی. یالی درو چای نوش جان مونی با این که دزمو چای بخورین. کوچه ورده دیگه، نانی گرم کوچه چای دیگه مزهشی خودون چون مفهمین دیگه. یالی هم دیگه طرفی دیگ خمایی تایمی چشت است دیگه. برای نانی چشت دیگه درو تیاری گوبی را دارم. یک ریزه شورت گوبی رسیپی برای شما شیر منم عزیزا. البته هر کس طریقیشی دیفرنت است، هر کس طریقه خود خوب گوبی تیار مونه. لیکن این طریقه از مست است، ضرور شما یک دفعه ترای کنید شاید خوش شما باید. برای گوبی جور کردن اول ما روغن میلی که خوب سعی گرم باید. از او بعد بس یک تا دو درمیانه پیاز نارا کٹ کٹ مونی باریک باریک اور که دزو خاطی امو بندای گوبی که مایه اونار پرتونه کن، اونارم ریزه ریزه کٹ کٹ کن، کت پیاز یک جای سرخ کن صحیح گلدن کلر که بدر کد. بس اونار از ما بین روغن بدر مونی گایز. از او بعد بس ما بین جوسر انداخته بلیشی سیر و ادرک مطابق خودون خوانداخته بس اینار جوسر منی اینی تر یک پیست تیار مشنه. بس اینار واپس ما بین روغن انداخت منی یک هلکا سرخ منی. بعد از اون میتونین فرش تماتر جوسر کد انداختنین یا هم روب. مو خود تماتر را سوری گایز تماتر را روب تیار کده بس اینالی بلیشی امیر مندازی. خب تماتر را انداخته خب صحیح میکس منی که یک جایشون اینا دیگه. زیادتر کسا است که امو بندای گوبی که مایه که شخ است اونار بس پرتو مونه، اونار جور نمونه ایج لواب شی. بس اونار پرتو نکین عزیزا دیگه. گلنجگه پیاز را خوب صحیح سرخ کن، بعد از جوسر کن اینی تر لواب شی جور کن زیاد مزدار مایه مزه گوبی دمزو است دیگه. بس کسا است که او را پرتو مونه پختنه نه. بس اینا رو که میکس کردی دیگه اینی تا خوب صحیح شور میدی. بعد از او هم امو موادایی که ما بینش انداخت میشه نورمالی سپایسیز دیگه که مطابق از خودون انداخت کن. هر رقم مساله که خوش شما مایه مو زیاد مساله انداخت ننی دیگه. بس می از مو کم تماتر یخک زده بود دیگه می کمک آوشونه. بعد از او بس مساله رو انداخت منی. یالی هم فرش مرچ انداخت منی دیگه. اینا شما میتونین که ما بین امزو پیست جوسر هم کنین جوسر والا زیادی تند مشنه از او خاطر ما میتر انداختی ده شما مطابق مرزیخ کنین. اینجا هم مسالش دیگه نمک، چاٹ مساله اور زرچوبه، ایش هم تخم گشنیز که دزو قاطی مرچ سیاه همینا بس انداخته خود میلی که لواب از مو سری روغن باید لواب خوب صحیح سرخ شونه مزه تیک دنیمزی لواب است دیگه. باید خوب صحیح سرخ شونه اشقص خوب صحیح سرخ کدی مزه تیک بس اموق زیاد مایه یالی میلی دیگه خوب صحیح سرخ شونه. نالم قسمی که اشمونی نزیزا دیگه خوب صحیح سر روغن ماده. بعد زوم گوبیای خرکی ششته بودی انداخت منی. هل گوبی را انداخته خوب صحیح میکس منی یک دفعه. بس کت گوبی یک جای باز میر کم سرخ منی دیگه گوبی هم کم سرخ شونه. بعد از او بس آوی جوش انداخته میلی که خوب صحیح نرم شونه دیگه. آو موقع انداخت کن دیگه اول کمتر انداختین عزیزا دیگه که زیاد نشونه. از او بعد بز موقع انداخت کنید که گوبی نرم شونه. یالی همو آوی جوش انداختی دیگه خوب صحیح بس نرم شونه کور کده میلی. تقریبا ما بین نیم گنته یا 20 منچ دیگه تیار میشه. جایش مخالی زیاد مزهدار آماده بود، ضرور ترای کن. امو کسایی که ازی پیش گوبی رو بندایشی
کट کट میکنه پرتاب میکنه. یک دفعه این طریقه را شما ترای کنید، شاید خوششون بیاید. انشالله که از ویدیوهای ما خوشم اومده باشه عزیزا. اگر خوشم آمده ضرور چینل رو لایک، سابسکرایب و کامنت ضرور کنین. خب عزیزا دیگه در کامنت سیکشن ضرور کامنت کنین که ویدیوهای ما شما چطور میلگه اور چطور ویدیو ما تیار کنم. ضرور در کامنت سیکشن برای ما شیر کن. یالی هم دیگه گوبیز مودر رو خوب صحیح سرخ میشنه دیگه اینه جوش کده. از این بعد بس کم تایشل کمیلی تقریبا بلیدم والا دیگه که خوب صحیح سر روغن باید. سر روغن که ما دیگه پخته است. شما اش میتونین عزیزا دیگه ماشالله چقدر خوب کلر بدر کده، صحیح پخته شده دیگه جای شما خالی. اینی هم از گوبی مزیدار اسمو گایز دیگه. با اینکه یک جای نان نوشی جان کنی، جای عزیزا و دوستای من خالی. خب دیگه این بود امروز نه ویدیوی از ما. انشالله که خوش آمده باشد. تا نیکست ویدیو را خدا حافظ.